بزرگواران باید یمن خورده و یمنی ها رو بشناسن. 400 سال عثمانی ها با کشورهای عربی جنگیدن، تمام کشورهای عربی رو بردن زیر سلطه خودشون. مصر رفت زیر سلطه امپراتوری عثمانی، تنها کشوری که نرفت یمن. جمعیت عربستان 27 میلیونه، جمعیت یمن 25 میلیون. یمن جمعیت زیادی هم داره. فکر می‌کنه که بعضی فکر می‌کنن کشور مثلا 3-4-5 میلیونیه. اینطور نیست. و نزدیک به نیمی از این جمعیت شیعه. یعنی امپراتوری عثمانی نتونست با یمنی‌ها بجنگه. دلایل مختلف داره. یکی سلحشوری ذاتی اینهاست. اینا آدم جنگاوری هستن. چیزی برای دست دادن نداره. شجاعن. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم یه روزی عربستان همچین حماقتی. یه جورایی کار خودشو ساخته.